الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. یگانه چیزی که علنی صورت میگیره او چیز شرک است، بنگی برالا شرک است. یک چیزی در زیر زمین وجود داره یا نداره خود نامش بابا گذاشته، در سرش یک قبر جور کرده و یک تعداد لطه سبز و رنگارنگ در پیشش تو داده. مخلوق در گردش طواف نمیکنه. از این که شرک بزرگ هست در بلخ به نام مزار علی رضی الله عنه روزانه چقدر مخلوق الله اونجا در شرک مبتلا است. علنی است، علنی پیردارا داره، مجاورا داره، دعوت داده میشه به او گپا. به روز قیامت به الله سبحانه و تعالی چی جوابی بدیم؟ این علما بشینه در سر قبرها و در سر منبرها فقط دشمنی با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه کاری نداشته باشه. آیا در روز قیامت در پیش الله سبحانه و تعالی رفته رایی نیست؟ به مثل او مزار در هر قریه ما یک بابا وجود داره، یک زیارت وجود داره و روزانه مخلوق در اونجا کارهای شرکی را انجام میده. نظر به نام از او، طواف در گردی قبری از او، مشکل کشا او را میدانه، مالک نفع و ضرر او را عقیده داره. از این که بزرگترین شرک کدام است؟ کدام است؟ صحابه طور نبودن. صحابه هر آیت که میشنیدن آن چیزی که مناسب بود که دو توقف بکنه برای تدبر او را تدبر میکردن. این حالات سلف بود. در یک روایت آمده که ما طوری بودیم این قسم حفظ میکردیم مقصد سورت های قرآن کریم، آیت های قرآن کریم مثل که شما یک سورت قرآن کریم اهتمام میکنه حفظ میکنه. امی ابن عمر رضی الله عنهما 12 سال تنها در تعلیم سوره بقره تیر کرده. چند سال؟ 12 سال سوره بقره را یاد گرفته، مفهوم و مطلبش مقصدش. عمر رضی الله عنه که پدرش 8 سال در تعلیم سوره بقره تیر کرده، 8 سال تیر کرده. خلیکن او میگه لقد رأیت رجالا یقینا مدیدم افراد را. این زمانی است که پیغمبر علیه السلام از دنیا رفته، رخت سفر بسته، زمان جوش و خروش تابعین میشه. این صحابی خردسال بود، آخری است، تقریبا زمان تابعین شروع میشه. اون زمان ای میگه که من دیدم لقد رأیت رجالا یؤتی احدهم القرآن، به یکی از یاد داده میشه قرآن کریم قبل الایمان، پیش از ایمان. عقیده جور نیست. خب قرآن حفظ کرده،
قاری صاحب 30 پاره را یاد داره، لیکن امیالی هم عقیده به این داره که فلانی زیارت مالک نفوذه است. ایمان جور شده. امیالی که رمضان شروع است، قاری صاحبای ما که ختما را میکنه، شما قسم بده که شما تعظیم قرآن در نظر داری یا لحاظ مردم؟ کدام میشه؟ دستور قرآن در نظر داری که ورتل القرآن ترتیلا، یعنی که آفرین و شاباس مردم؟ کدام میشه؟ شما بگوید. شاهد صحنه است. حافظ قرآن کریم ما دستوری ورتل القرآن ترتیلا را قطعا در نظر نمیگیره. مردم به چی چیز خوش میشه؟ برش میگه 5 سپاره خواندی ولی قاری صاحب یک کمی دیر کردی. در 1 ساعت 5 سپاره خوانده، بازم برش میگه دیر کردی. و چی میگه برش؟ سبا کوشش میکنم که در 40 دقیقه نیم ساعت برسانم. سبا همونطور کوشش میکنم. شما بگوید این قاری ایمان داره برتل القرآن ترتیلا؟ این قاری قرآن به خاطر چی میخوانه؟ رفته در مسجد قرآن میخوانه که الله یک نعمت عظیم برای من نصیب کرده که امسال من خدمت قرآن کریم بکنم و عبادت الله سبحانه و تعالی را به زمزمه قرآن کریم بکنم. به این خاطر رفته که الله راضی شوه و شکر نعمت عظیم الله را بکشه و به خاطر ازی رفته که اینجا پیسه زیاد داده میشه. برای چی رفته قرآن خوانده؟ بگوید دیگه. ایمان است. قرآن داده شده، ایمان وجود نداره. عقیده از او است که اگر من پول نگیرم رزق من خلاص است، دیگه تباه میشم. یکی چی میگه؟ مولوی صاحب ما خو دیگه موسم نداریم، موسمی پیدا کردن معاش ما اینمیسته، سیزنیش اینمیسته. ایره سیزن مینامه. در حج و اوقاف بگوی واسطه پیش میشه که فلانی مسجد خیرخانه خیلی زیاد پول جمع میشه. از به یک جای اکتفا کرده، قاری صاحب که سوال کنی چند ختمه گرفته؟ 6 ختمه گرفته. دیگه قاری صاحب برش میگه که قاری صاحب من امسال ختم ندارم، یک ختمی ده مرا بده. یک دفعه چرت میزنه میگه برادر والا امو کندیلم باز کم میشه. کندیلم هر سال من در رمضان بگوی 5 لک روپه کار میکنم، اگر ایره بدم باز باقی میمونه. بگوی شما گپی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چقدر صادق است. ولقد رأیت رجالا یؤتی القرآن، بگوی یؤتی احدهم القرآن قبل الایمان، که به یکی از قرآن داده شده پیش از اینکه ایمان نیست، قرآن حفظ کرده. امروز چقدر حافظ قرآن داریم؟ بری از ایمانشان سوال کنی که چقدر توحید میشناسه، الله را میشناسه که الله واحد لا شریک است، توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات. علمای ما در توحید اسماء و صفات الله تعالی را در شبه است. میگه الله در هر جای است، فوق عرش نیست. چیزی که قرآن گفته او طور نیست، خلاف از او میگه ما عقیده داریم. الله هر جای است، زیر پای ما است، در تشناب هم است، نعوذ بالله نعوذ بالله. در وجود خنزیر هم است، در وجود سگ هم است. هر جای خوامی معنا داره یا کدام معنای دیگه داره. اینا لی بگوید که ما ایمان هست، قرآن داده شده پیش از ایمان، یا نه که ایمان برای ما پیش از قرآن داده شده؟ قرآن هر کس میخونه. بعد از او چی میگه؟ فیقرأ ما بین فاتحته الی خاتمته. میخونه یکی از همین رجالی که میگه ما امروز میبینیم قرآن میخونه، از فاتحه شروع میکنه الحمدلله تا خاتمش من الجنة والناس. خود چی طور است؟ لا یدری ما آمره، نمیدانه که آمری آیت کدام است، و ما زاجره، زاجری آیت کدام است، و ما ینبغی ان یقف عنده، در کجا تأمل شود، در کجا توقف شود، خوب در او تدبر شود، این را یاد نداره هیچ. ینصره نصر الدقل. دقل میگه خرمای بیکاره را، خرما را خورده رایست یک خرمای بیکاره کرمی خشک با پیدا شود، او را در انگشتای بگیری اون طرف قلاج میکنی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرمه که امروز زمان تابعین میگه، زمان تابعین و شخصیت هایی که شبا را به قرآن صبح میکردن، او را میگه که شما قرآن به وجه درستش نمیخوانی، نصرت دقل میکنی، اموتور پرتافته رایسته بر 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 خوانده رایسته، نمیفهمی که مطلبی از این چیست، مقصد از این چیست، این چی دستوری داره.
ما در تراویح ختم داشتیم مولوی صاحب خود در چند روز والا مردم ها گفتن که بیکار نیستیم خو سر ما میه بازمی اول خود گفتیم در روزه بگیریم باز مردم گفت که ما آمدن نمیتونیم 5 روزه گرفتیم مولوی صاحب خود چی کرده والا در 5 روز ختم کرد ماشاءالله قاری ما بسیار خوب قاری بود بلبل بود بلبل دمی 1 ساعت چک تو فت میکرد چک تو فت خودشان میگن خودشان اقرار میکنه چک تو فت میکرد امشب شب ختم قرآن کریم از 5 دانه سورت باقی مانده دیگه قلقله میکنه قاری صاحب شیرینک از اون طرف چاکلیت از اون طرف تربوز از اون طرف سیب از اون طرف یک جمع و جوش است که پرسان نکن مسجد چراغان است در بعضی مسجد ها خود دیگاه بار است ختم کردن قسم بدی به میری سفیدا به می مردمی که پشتی سری قاری صاحب استاد بود بگر شما را بالله قسم در کدام جایی از این آیات قرآن کریم شما یک درس گرفته آیات تخویف فهمیدی بشارت فهمیدی تو آیات عذاب فهمیدی تو آیات خوشحالی را فهمیدی نه قطعا نه خوش به این میستیم قرآن به این خاطر نامده الله میگه کتاب انزلناه الیک کتابی است که ما برای تو نازل کردم پیغمبر علیه السلام مبارکون مکمل برکت است خیر است سعادت است نیکبختی است خب برکت چی رقم است طریقه برکت گرفتن از این قرآن کریم الله برای ما بیان میکنه برکت امور رقم نیست که در پوشا تو بده فقط بوسه کشه و در چشمت بمار صحیح است برکت به خاطر نیست طریق برکت خودی الله برای ما میگه لیدبروا آیاتی که خوب تأمل شوه تفکر در آیات قرآن کریم شوه دستورات قرآن برای ما چیست حالات امروزی ناگواری خود چه قسم علاجش میکنیم چرا مبتلا به حالت هستیم دستوری قرآن کریم ما اعلان کردیم قرآن برای ما چی میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآن برای ما چی میگه ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء کسایی که دین خود جدا جدا کرده ټوټه ټوټه هر کس میگه لست منهم في شيء تو نیستی د امرای او مردم به هیچ نوع تعلق نداری چرا دین خود ټوټه ټوټه کرده د دیگه جای چی میگه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا